تکلیف حقوق زنی که خودش درخواست طلاق میده چی میشه؟ مثلا مهریه. خب قانون دیگه مثل قبل نرم نیست. در صورتی که خودت درخواست طلاق بدی و معمولا هم این طلاق خلع یا مبارات هستش که قبلا تو کلیپ قبلی بهتون توضیح دادم، در این صورت خب زن مجبوره به خاطر اینکه طلاق انجام بشه بخش یا همه مهریه خودش رو ببخشه. وضعیت نفقه چی میشه؟ به زنی که خودش درخواست طلاق میده که معمولا طلاق‌هایی که زن درخواست میده باین هستش که باز هم قبلا صحبت کرده بودم، در این مواقع به هیچ عنوان به زن نفقه تعلق نمیگیره و یک استثناء وجود داره که اگر زن باردار باشه تا زمانی که زایمان کنه بهش نفقه پرداخت میشه. و تکلیف ارث زن چی میشه؟ خب زنی که خودش درخواست طلاق داده که معمولا همین طلاق باین هستن، ارث کاملا قطع میشه مگر اینکه طلاق رجعی باشه و در مدت عده مرد فوت کنه. خب در این صورت بله زن بهش ارث تعلق میگیره. اجرت المثل چی میشه؟ در این صورت زن اگر بدون دلیل موجه درخواست طلاق بده اجرت المثل هم بهش تعلق نمیگیره. و در مورد حضانت فرزندان، حضانت بچه‌ها هیچ ربطی به درخواست طلاق از طرف هر کدوم نداره و در هر صورت فقط مصلحت فرزندان در نظر گرفته میشه. پس قبل از هر اقدامی بدونید که دارید چه حقوقی رو از دست میدید.